کتاب فرهنگ جامع گویندگان ایران تازه‌ترین کتاب با موضوع نام و تاریخ گویندگان و صداپیشگان دوبله در ایران است. درباره این کتاب گفتگو می‌کنم با آقای فرزاد فره‌بخشی، مؤلف این کتاب. آقای فره‌بخشی خیلی خوش اومدید. اولی ببینید که چطور این اطلاعات رو جمع‌آوری کردید، شامل چه کسانی میشه، چه تاریخ‌هایی رو در بر میگیره، چه مقطع زمانی منظورم در بر میگیره. بله، سلام، عرض ادب. ممنونم که کتاب رو انتخاب کردیم و از بین کتاب‌ها این کتاب رو من پروژه مستندی رو کار می‌کردم سال 86 که در دل اون متوجه شدم یک سری از در واقع شاگردان موضوع مورد نظرمون که شاهین سرکیسیان بودن در دوبله فعال بودن و در واقع پایه‌گذاران دهه 30 دوبله در این مملکت بودن. خب طبیعتا شانس این رو داشتم که با اینها از نزدیک برخورد بکنم و پژوهش‌های خانه به خانه رو انجام بدم، یعنی به منزلشون برم و آلبوم هاشون رو ببینم، باهاشون صحبت کنم، اسنادشون رو در این باره و اینها رو جمع آوری بکنم. دهه در واقع 30 آخرین دوره‌ایه که هنوز سندیکای گویندگان شکل نگرفته و در واقع تمام گویندگان به صورت موسمی دارن در واقع دوبله کار میکنن. این کتاب شامل در واقع تمام اعضای انجمن گویندگان هست از سال 42 تا سال گذشته، تمام ورودی‌ها و پیش از اون از سال 1320 در واقع کسانی که تونستم اطلاعاتشون رو در واقع جمع آوری کنم. یعنی کسانی که مثلا در ایتالیا هم دوبله میکردن اطلاعاتشون اینجا هستش، چون یه مقطعی از دوبله خارج از ایران انجام میشه. بله، نه تنها ایتالیا، آلمان به واسطه مصطفی اسکویی که استودیو سینما تئاتر ایران رو در واقع تأسیس کرده بود، فرانسه، ترکیه و مصر، همه اینها در این تا جایی که به اصطلاح در واقع تونستم، چون تمام اونها از دنیا رفتن و در واقع تونستم با همکارانشون در واقع صحبت کنم و اطلاعاتی رو به دست بیارم. من برخی از نام‌ها رو نگاه می‌کردم، خیلی یا جلوشون مثلا اطلاعاتی نبود یا در حد یک خط بودش. اینا همونایی هستن که بهشون نرسیدید دیگه. مثلا چند تا نام احمدی بود، خانمی بود به عنوان معصومه آل محمدی، رمضانی، آرزو روشناس، که اینا نام‌های گمنامی اندست برای ما که حالا دنبال می‌کنیم یا علاقمند به این حوزه هستیم. بله، البته خانم روشناس که الان فعال هستن، ولی بله درست میفهمید، برخی از اینها حتی هویت جنسیشون هم مشخص نیست، زن هستن یا مرد، فقط یک فامیلی بود یا یک اسم مستعار. بله، در واقع دهه 20 عطاالله زاهد برای اولین بار به همراه اسماعیل کوشان اولین فیلم رو 1320 تقریبا فیلمی رو دوبله کرد در ایران. با چه شرایطی، با چه فضایی و چه امکاناتی هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. اما بعد از اون اسماعیل کوشان به ترکیه مهاجرت کرد و در این دوره دهه 20 در مصر، در ترکیه و در فرانسه در واقع این اتفاق داره میفته. آقا بابیان هست که از سال 1330 در ایتالیا تازه آغاز میکنه این حرکت جدید رو. فکر میکنی این نام‌هایی که اطلاعاتشون ناقص باشه بشه بازم اطلاعاتی دربارشون پیدا کرد؟ همچین احتمالی وجود داره؟ بله، من این کتاب رو همونجوری که روی جلدش در واقع درج شده نوشتم نسخه 1403 و این رو باز گذاشتم که دیگران نسخه های دیگری به این اضافه کنن، اسنادی اگر پیدا بشه یا خودم اگر بتونم، چون خودم 16-17 سال رو این کار کردم و تمام اطلاعاتی که میشده رو جمع کردم، من دیگه منبعی در واقع برای این موضوع سراغ ندارم. بله این احتمال وجود داره و هنوز پژوهش‌های خانه به خانه برای این موضوع جواب میده. خب شما الان اشاره کردی که با کسانی که با انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم کار میکردن اطلاعات رو در واقع اون رو مرجع قرار دادی، هم سندیکا که بعداً تبدیل میشه به انجمن و اینها. خب کسانی هستن که خارج از انجمن هم کار کردن یا احتمالاً الان حتی ممکنه که کار کنن و ارتباطی نداشته باشن با اطلاعات اونها، چی میشه فکر میکنی؟ من صبر کردم، البته با استاد عزیزم آقای جورج پتروسی و بزرگان دیگری در این باره مشورت کردم. صبر کردم تا تعیین تکلیف بشه، تکلیف این دو انجمنی که وجود داره در واقع چه خواهد شد. فکر میکنم که در آینده نزدیک در نسخه های دیگه این کتاب اسامی اونها هم در واقع اضافه بشه به این فهرست. الان واقعا فقط میخواستم که کسانی که به صورت رسمی دارن کار میکنن و زحمت کشیدن در این زمینه اونها باشن در این، نه اینکه حالا دوستان دیگه زحمت نمیکشن، به این دلیل که هنوز تعیین تکلیف نشده از نظر دو تا وزارتخونه که باید در واقع این انجمن‌ها رو
تعیین تکلیف بکنم. بسیار اگه موافقی، حالا چون اشاره کردید به اسم استاد پتروسی، یه ویدئویی هم آماده داریم از یکی از خود مستندهای شما که با ایشون و آقای تمامی گفتگو کردید، اون ویدئو رو همکارانم پخش بکنن. دوبله در ایران مثل همه کشورهای دیگه وقتی به صورت منظم جا افتاد و بخشی از سینما شد، کسانی که توش کار میکردن بیشتر سابقه تئاتری داشتن، هنرپیشه‌های تئاتر بودن. کار دوبله یه به اصطلاحی داریم، نمیدونم از کجا اومده، اصلا من خودم نمیدونم حقیقتش، هیچ وقتم نپرسیدم. میگیم اینکاسترو بگیریم. اینکاسترو نمیدونم از کجا اومده این لغت. یعنی اینکه شما فکر کن توی صحنه من و شما داریم حرف میزنیم، خب حالا شما الان نیستین امروز به هر دلیل، من رول خودمو میگم میرم، یعنی جوابهای شما رو نداریم توی اون باندی که من حرف میزنم. خب من بایستی بتونم حدس بزنم که اون گوینده‌ای که با من داره کار میکنه چجوری میخواد این نقشو بگه، جواب اونو باید بدم. یعنی گفتگو بعد به اصطلاح گفتگوه دیگه، دو نفر از دیالوگه، من باید حدس بزنم. خب از اون بازیگری که دارم میشنوم صداشو میفهمم اینجا الان داره داد میزنه، اینجا الان عصبانی، اینجا داره شوخی میکنه، اینجا داره مثلا با طعنه حرف میزنه، ولی نمیدونم حد و اندازه این کار به وسیله دوست من، همکار من که بعداً قراره بیاد این نقشو بگه چقدره که من بتونم دقیق مطابق اون حرف بزنم. این یه ایراد تو کار. ولی ما وقتی با هم حرف میزنیم در واقع گوشمون به هم دیگه است. من الان مثلا با شما دارم حرف میزنم، دارم گوش میدم، ضمن که چشمم به مثلا اکران دارم نگاه میکنم، دارم لحن شما رو گوش میکنم، مطابق لحن شما جواب شما رو میدم. این میشه اون گفتگوی واقعی. ادامه گفتگومون با آقای فرزاد فرح‌بخشی، مؤلف کتاب فرهنگ جامعه گویندگان ایران. خب آقای فرح‌بخشی، حالا چطوری اطلاعات رو صحت‌یابی کردی؟ یعنی واقعا اون چیزی که منتشر شده به ویژه سال تولدها، سال فوتها یا نحوه فعالیتشون، آغاز فعالیتشون، اینها دقیق هستش یا نه؟ در دهه 20 مطمئنا نه، اما جلوتر یک سری کتاب‌های منتشر شد که منبع من قرار گرفت، مثل کتابی که آقای ژیرافر 2 جلدی منتشر کرد، آقای اکبر منانی کتابی منتشر کردن، اونها رو هم در واقع من بررسی کردم. یعنی تطبیق دادید اسناد رو با هم دیگه؟ بله، اونها هم همین مشکل رو داشتن طبیعتاً، چون اغلب اون عزیزان از دنیا رفتن و خانوادهشون قابل دسترسی نیستن. من بله تونستم چند تا از اینها رو به خانوادهشون دسترسی داشته باشم، تاریخ تولد، تاریخ فوت. به عنوان نمونه عرض میکنم آقایی داریم به نام حسن علی کوثر که کارگردانی است که فیلمی هم ساخته به نام کلاغ. حسن علی کوثر دیگری داریم که ایشون در دوره‌ای در ایتالیا به اصطلاح دوبله میکردن. اینها دو فرد متفاوتن، اما گاهن در بعضی منابع این دو یکی تلقی میشن. بله، من تونستم با خواهر ایشون در ارتباط باشم و این رو در واقع پیدا بکنم. آقای کوثری رو که دوبله میکردن طبعا. کوثر، بله. کوثر اولین کسی بود که در واقع رول آلندلون رو در ایتالیا برای اولین بار به اصطلاح گفتن. بعضیا رو در واقع تاریخ‌ها رو واقعا نتونستم پیدا بکنم، فقط در حد اسم و فامیلی است که جلوش نوشتم نیازمند در واقع پژوهش بیشتر. ولی به هر حال از تو خاطره نویسی ها، به خصوص مصطفی اسکوئی خاطره نویسی های زیادی داشت، نام برده از بعضی ها و دوستان دیگه ای که خاطراتشون به دستم رسید یا صحبت شد، در واقع تونستم که برخی از این اطلاعات رو فکر میکنم 80% درست باشه. حالا تو این سالهای طولانی که شما پژوهش کردی، به چه نکات جالبی برخورد کردی واقعا که تجربه خود شما باشه که حتی ممکنه برخیش در کتاب مندرج هم نشده باشه؟ بله، قسمت جالبش اینه از در واقع بعد از کودتای 28 مرداد در واقع بخش جدی از دوبله رو اهالی تئاتر به دست گرفتن، مثل سرکار خانم فهیمه راستگار، آقای پرویز بهرام، آقای جعفر والی و در رأس آقای هوشنگ لطیف‌پور، خدا همشون رو بیامرزه. اما پیش از این دوره اصلا بیان صحنه یا درست تلفظ کردن واژه‌ها ملاک نبود، صرف این که فقط اون تصویری که دیده میشه فارسی صحبت کنه مد نظر بود و یک شکل صنعتی داشت.
این موردیه که برای من خیلی جالب بود که هر کسی که به اصطلاح میتوانست فارسی صحبت بکنه، به اصطلاح چه در ایتالیا چه در ترکیه بله صدا میکردن و اغلب اینها هم چون به اصطلاح برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودن احتیاج مالی داشتن، مثل بهمن محسس که در واقع در ایتالیا در چند فیلم صحبت کرده. اینها نه هنرمند بودن نه میخواستن که سابقه ای از خودشون در این مورد به جا بذارن، فقط میخواستن یک کمک هزینه مالی داشته باشن. و این نکته بسیار جالبیه که از دهه 30 به بعد تئاتری ها دوبله رو به اصطلاح میشه گفت یه پوس‌اندازی تازه و یک شکل امروزه، چیزی که امروز داریم رو در واقع شکل نمایشی و یک شکل حرفه‌ای بهش دادن. من جالب بود کتاب رو که نگاه میکردم، آغازگر مدخل‌ها آقای منوچهر آذریه، در حالی که مثلا ما آقای آذری رو که خدا حفظشون کنه و همیشه سلامت باشه ما بیشتر به عنوان گوینده رادیو میشناسیم، ولی جالب اینجا به عنوان صدا پیشه دوبله هم اومده. بله، آقای جیرافر در اون کتابشون مجموعه ای از گویندگان رادیو و در واقع دوبله رو در کتابشون آوردن. من تمام گویندگان رادیو صرفاً رو به اصطلاح حذف کردم و کسانی که حتی جای خودشون در فیلمی صحبت کردن رو در واقع به عنوان گوینده اینجا اضافه کردم. آقای آذری در چندین فیلم جای خودشون صحبت کردن. به گفته خود هنرمندا جای خود صحبت کردن کار سختیه در دوبله که اون فضا و اون شرایط وجود نداره. به همین دلیل به اصطلاح حقشون بود که این نام ها هم باشه در این کتاب. خب آقای فرحپشی، خود شما اسنادی رو داری که هنوز منتشر نکرده باشی، سندهایی رو داری؟ چون یه بخشی از کتاب چند صفحه‌ای در واقع به یک سری عکس‌ها و تصویرها اختصاص پیدا می‌کنه. تو این وسط شما به سندهای بصری هم رسیدی که احتمالاً هنوز منتشر نکردی یا بعداً بخواید منتشر کنید؟ بله، یا همون بله. آلبوم‌هایی که گفتی، چون برخی از اون آلبوم‌ها واقعاً سندهای تاریخی الان در نسخه های آتی که به اصطلاح سند یه بخشی داره این کتاب، اجازه بدید شما میتونید کتاب رو همینطور نشونم بدید. بله، آره یه ذره بیارید بالاتر به شکل عمودی نگه دارید. بخش نگاره های کتاب در واقع در نسخه های بعد نگاره ها کاملا عوض خواهد شد و سندهای تازه به اصطلاح جایگزین میشه. من چند تا سند اینجا آوردم چون در واقع انجمن گویندگان بارها و بارها گفته بودن که ما اولین سندیکای در واقع هنری ایران هستیم. من اسنادی آوردم که از سال 19 اولین سندیکاها به اصطلاح در این مملکت شکل گرفت. اجتماعات هنرپیشگان اون زمان به اصطلاح در چند دوره تونستن این کارو کنن و اسنادش رو منتشر کردن. در نسخه های آتی اسنادی درباره دوبله به طور خاص در واقع منتشر خواهد شد. در پس از انقلاب، البته خیلی فرصت کوتاهی داریم دیگه، در پس از انقلاب به چه نکته جالبی در حوزه دوبله برخوردین؟ به ویژه از کسانی که بعد از انقلاب فعال شدن. بعد از انقلاب وضعیت ظاهراً خیلی جذاب نیست، چون بحث حرفه‌ای دوبله رفته کنار، به حاشیه رفته، همونجور که در اون فیلم مستندی که بخشیش منتشر شد که اصلا کلا صنعت سینما متحول شده. دقیقاً سرچشمه همونجاست. بله. و صرفاً یک درآمدزاییه و اون علاقه‌ای که در واقع نسل دهه 40، 30 و 50 داشتن در واقع تو نسل جدید خیلی کمتر دیده میشه. و جالبه که من خیلی دلم میخواست که اسامی آخرین ورودی‌های انجمنم تو این باشه که انگیزه کوچیکی باشه براشون که نامشون در کنار بزرگان قرار بگیره. شاید این علاقه بیشتر بشه. اما نکته نمیشه گفت جالب، نکته غم انگیزی. خیلی کوتاه. بله، خیلی متشکرم از گفتگویی که داشتید آقای فرحپشی، مؤلف کتاب فرهنگ جامعه گویندگان ایران. اما ادامه این بخش خبری با دو گزارش دیگه. رادیو فرهنگ دو ویژه برنامه با موضوع کتاب پخش می‌کنه: کتاب فرهنگ و کیمیای کلمه. کتاب فرهنگ، برنامه‌ای با موضوع کتاب و کتابخوانی، گفتگو با نویسندگان، ناشران و مسئولان فرهنگی از بخش‌های این برنامه است. برنامه کتاب فرهنگ برنامه تخصصی در حوزه کتابه که از ایستگاه فرهنگ پخش میشه. کتاب رسانه‌ای هست که در اون اطلاعاتی ثبته که جابجایی این اطلاعات از نظر زمان و مکان محدودیت نداره. هر روز با یک موضوع خاص. روزهای شنبه موضوعمون تاریخ است، روز یک شنبه ادبیات دفاع مقدس، دوشنبه کودک و نوجوان، سه شنبه طنز و چهارشنبه علوم شناختی. کیمیای کلمات.
کیمیای کلمات دیگر برنامه رادیو فرهنگ با موضوع کتاب است. برنامه کیمیای کلمات برنامه‌ای هستش در خصوص ادبیات کهن فارسی ما تصحیح‌ها، تلخیص‌ها، تقریراتی که بر ادبیات کهن ما شده امروزه توسط اساتید و ادیبانی که امروزه یا در قید حیات هستن یا به تازگی فوت کردن، اونها رو در این برنامه معرفی می‌کنیم خدمت مخاطبین عزیزمون. کتاب‌هایی مثل گلستان، بوستان، سعدی، خاقانی، بیهقی، اینجور کتاب‌ها اگر نقد جدیدی برش شده، تصحیح جدیدی هست، اینها رو به مخاطبینمون معرفی می‌کنیم در این برنامه. مختاری نامه خودش کتاب مستقل و بسیار بسیار پرباری شده. خود کتاب رو در واقع قصهش رو لو نمیدیم به شنوندمون به این شکل. یه کاری میکنیم که اون مشتاق باشه، حواشی و اون چیزی که مربوط به کتاب بدون کاربردش چیه و چه بکنه با این کتاب. برنامه کتاب فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 و کیمیای کلمات جمعه ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ موج FM ردیف 106 مگاهرتز پخش می شود. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما. فرصتی برای پخش گزارش دیگه نداریم. گزارش در بخش بعدی تقدیم میشه. من بدرود و خدا نگهدار میگم.